السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته، یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. در آغوش حضرت کریمه آل طه فاطمه معصومه سلام الله علیها از برادر جانشون امام رضامون بگیم. این حسینی شدنم لطف رضا بوده و بس. آره والا، این حسینی شدنم لطف رضا بوده و بس، پس شفا یافته در گوشه گوهر شادم، نسل در نسل همه ریزه خور خان توییم آقازاده حضرت زهرا، نسل در نسل همه ریزه خور خان توییم، خوش به حال من و مادر پدر و اجدادم، منت غیر نباشد به سرم شکر خدا، منت غیر نباشد به سرم شکر خدا، چون که من دل به جگر گوشه زهرا دادم، هر شب از داغ غمت ناله زنم از دل و جان، هر شب از داغ غمت ناله زنم از دل و جان، از سرا تا به ثریا رودین فریادم. چی میخوایم بگیم این نفس پایانی ماه صفر؟ هر که خواهد بشود بنده خوب الله، خدا روزی همتون بکنه، هر که خواهد بشود بنده خوب الله، راهش این است شود عبد ابا عبدالله. سلام به روی ماهتون، سلام به بلندای نگاهتون، سلام به همه اونایی که سماور دلشون جوشه و در نفس پایانی ماه صفر، ماه داغهای مکرر، ماه زخمهای کهنه حضرات آل الله علیهم صلوات الله اجمعین، در روز شهادت حضرت عالم آل محمد علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، در آغوش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شما سلام میکنم. اینجا یاد خداست و خدا رو شاکریم که این فرصت مهیا شد که نفس بزنیم با قرآن و اهل بیت. اما اجازه بفرمایید عرض ادب و احترام و تسلیت خودم رو تقدیم میکنم به محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای ابوالقاسم عزیز. به شما سلام میکنم آقا، خیلی خوش آمدید به یاد خدا. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم محضر بینندگان و عرض تسلیت در این روز آخر ماه صفر و مناسبت شهادت آقا جانمون امام رضا علیه السلام. بسیار خوب، خوشحالیم شما رو میبینیم. آقا، روز پایانی ماه صفر و متعلق به وجود نازنین آقا جانمون علی ابن موسی رضا. این اسم رضا آرامش خاصی به همه محبین و شیعیان حضرت منتقل میکنه. میخوام سوال اولم سرچراغی یاد خدای امروزمون این باشه که چرا به امام رضای ما رضا گفتند؟ ولی یکی از صفات پسندیده اخلاقی که قرآن هم روش تأکید کرده مسئله رضا هست. خدای متعال در آیه پایانی سوره فجر فرموده یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه، یعنی انسان به یه مقامی میرسی که در این مقام رضایت مطلق از پروردگار وجود او رو فرا میگیره. در روایتی از امام جواد علیه السلام سوال شد که چرا پدر شما رو رضا نامیدن؟ حضرت چند تا نکته بسیار ارزشمند بیان فرمودن اولا اون مورد رضای خدا در آسمان ها بود، یعنی خدا از او راضی بود. مورد رضای پیغمبر و ائمه علیهم السلام در زمین بود که این تعابیری است که شاید سوال کننده رو قانع نکرد. پرسید آقا جان مگر بقیه ائمه مورد رضای خدا و پیغمبر نبودن؟ فرمود چرا بودن؟ گفت خب پس چرا فقط به ایشون میگن رضا؟ حضرت ادامه دادن یعنی یک رضایت عام و گسترده. فرمود چون او علاوه بر اینها موافق و مخالفش ازش راضی بودن. انسان باید به گونه‌ای زندگی کند که حتی مخالفان او از مشی و مرام او، از اخلاق او، از رفتار او در دل احساس رضایت کنند و او رو تمجید کنند. امیرالمؤمنین علیه السلام گاهی به گونه‌ای بود که حتی دشمنانش
افتخار میکردن به اینکه با چنین کسی دارن روبرو میشن. یعنی انسان باید به گونه‌ای باشد که دشمنان هم او رو بپسندن. حالا این یک بخش کار که در واقع این توصیف مرضی بودن امام رضاست، مورد پسند است. اما در کنار اینها خود او هم راضی است، رضایت دارد به رضای خدا، که اینجا آیه در قرآن داریم. من این آیه رو اشاره بکنم چون برنامه قرآنی هست و بینندگان عزیز اهل قرآن هستند. در سوره مبارکه طه خدای متعال فرموده است که و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضی. اگر میخوای به مقام رضا برسی، راهش اینه که اهل تسبیح باشی در لحظه شب و در آنات روز. خدای متعال رو تسبیح کن. انسانی که خدا رو زیاد تسبیح میکنه آرام آرام به این میرسد که هر عیب که هست از مسلمانی ماست. خدا ایرادی نداره، اگه اشکالی هست از منه. لذا نسبت به مقدرات الهی، نسبت به تصمیمات خدای متعال، نسبت به دستورات خدا، یک حالت رضا و تسلیم در وجود او شکل میگیره. آقا جان ما امام رضا هم مورد پسند دیگران بود، هم خودش از خدای متعال در رضایت مطلق و اوج رضایت به سر می برد. رضا نام زیبای ایشون رو رضا نهادن. لقبشون نامشون که علی بود، لقبشون رضا بود. بسیار خوب. این رضایت مخالفین حضرت میتونیم به زمان ولایت عهدی حضرت و شکست خلفای عباسی در جلب رضایتی که به هر حال تو اون زمان حکومت ایجاب میشد به اون هم برمیگرده. یعنی یک شرایطی ایجاد شد. بعضیا مخالف بودن با ولایت عهدی امام رضا علیه السلام. وقتی حضرت آمدن اون سیطره در واقع علم حضرت و اون فضائل حضرت رو دیدن، دیگه همه قانع شدن، همه راضی شدن. در واقع این رضایت خاص و عام از رفتار و مشی و منش امام رضا علیه السلام ایجاد شده بود. و چه چیزی از این بهتر که و رضوان من الله اکبر. بله. الحمدلله رب العالمین. حاج آقا دوست داریم بشنویم و محظوظ و مست فیض بشیم. امشب متعلق به وجود نازنین امام رضاست. یه روایت ناب امام رضایی واسمون بگید، توشه‌ای بشه واسه آخر ماه سفر. بله بسیار عالی. حالا یه روایت رو من آماده کردم از بیانات امام رضا علیه السلام. تا قبلش یه نکته الان یادم اومد که باز چون برنامه برام قرآنی هست عرض بکنم. امام رضا خیلی با قرآن مأنوس بودن. خیلی. از مدینه تا مرو که می آمدن، راوی میگه امام رضا علیه السلام پیوسته قرآن میخوندن. من سوال کردم چقدر قرآن میخونید؟ فرمود من روزی 10 جز قرآن میخونم. من هر 3 روز 1 بار قرآن رو ختم میکنم. بعد فرمود اگر بخوام بیشتر از این هم میتونم بخونم، اما در هر آیه‌ای تأمل میکنم. تازه امام رضا تأمل میکردن، روزی 10 جز میخوندن. یعنی تمام وقتشون رو با قرآن سپری میکردن. این تلنگری واسه ما میتونه باشه؟ بسیار تلنگر جدی است. و بعد یه روایت دیگه بگم که یه وقت فکر نکنیم این فقط مال مسیر مدینه تا مرو بوده. ممکنه کسی بگه خب تو مسیر حضرت کاری نداشتن، سوار بر مرکب بودن، بالاخره دور آمدن قرآن میخوندن. اما نه، امام رضا این رویه دائمیشون بوده. در یک روایتی هست که حضرت به دعبل خزاعی پیراهنی رو بخشیدن. فرمودن من در این پیراهن 1000 ختم قرآن کردم. 1000 بار قرآن رو در این پیراهن ختم کردم. من یه حساب کتابی کردم که اگر قرار باشه امام رضا علیه السلام مثلا روزی 1 جز خونده باشن، چند سال طول میکشه تا 1000 ختم انجام بشه؟ نزدیک 90 سال طول میکشه. آقا امام رضا 55 سال کلا عمر کردن. پس دیگه این 1000 ختم رو حالا تو سنین خردسالی هم که لابد بالاخره اقتضاعش نبوده. این روایت هم شاید قبل از شهادتشون فرمودن، شاید مثلا بگیم 30 سال مثلا رویهشون این بوده، 40 سال رویهشون این بوده. اقلا روزی 2 جز، روزی 3 جز باید در طول عمرشون خونده باشن تا بعد از 40 سال مثلا 1000 ختم قرآن انجام شده باشه. لذا این دائم الذکر و دائما ارتباط با قرآن در سیره امام رضا علیه السلام مشهوده و سایر ائمه علیهم السلام. میدونین کجاش بیشتر واسه خودمو میگم درد دارین که امام معصوم خب یه بخشی رو برای عبادت، بخشی رسیدگی به امورات مسلمین و با اون زمانی که به هر حال فضای خالی شاید از
قول و نظر ما براشون ایجاب نشه دارن روزانه مداومت بر تلاوت قرآن انجام میدن. پس تکلیف بر ما مشخصه، مثل فقره و متیسر من القرآن باید بیشتر. بله همینطوره. و اما روایت دیگه، حالا این هدیه روز آخر ماه صفر از آقا جانمون امام رضا علیه السلام، این هم توفیقی است. ما ماه محرممون با امام رضا آغاز میشه و اون روایت معروف ریان ابن شبیب که فرمودن ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین علیه السلام. و پایان ماه صفر، این 2 ماه عزاداری هم باز با نام امام رضا و امروز که متعلق به حضرت هست. الحمدلله. فرمود عقل انسان کامل نمی شود مگر اینکه در او 10 ویژگی باشد. این اگر میخواهیم عقل و خرد خودمون یا دیگران رو اندازه گیری بکنیم، ببینیم این 10 ویژگی در ما هست یا نیست و چه مقدار از این ویژگی ها در ما شکل گرفت. اول فرمود الخیر منه معمول. آدم عاقل جوری زندگی میکنه که دیگران به خیر او امید داشته باشن. بعضیا هستن هر کس به مشکلی برمیخوره اول به یاد او میفتن، میگن فلانی کمک ما خواهد کرد یا میتونه یا بالاخره. بعضی هستن نه، اصلا میگه آقا میخوای بری سراغ فلانه، میگه اون که اصلا خیلی ازش خیری نداره. تا چه رسه به اون که گاهی میگه آقا خیر تو را امیدی است شر مرسان. بعضی دیگه اینجوری هست. میفرماید مؤمن، انسان عاقل به گونه‌ای زندگی میکند که همه به خیر او امید بسته باشند. حالا چجوری میشه آدم اینطور بشه؟ طبیعتاً باید گره‌گشایی از کار دیگران بکنه، به فکر دیگران باشه و این باعث میشود انسان محبوب بشه در جامعه. دوم فرمود و شر منه مأمون، یعنی همه انسان ها از بدی او در امانند. اول این بود که همه به خوبی او امیدوارند، دومی که همه از بدی او در امانند، خیالشون راحته، از ناحیه این آدم شری به اونها نخواهد رسید. آدم گاهی تو همسایه‌هاش، بعضی همسایه‌ها هستن میدونه که اگر هر همسایه‌ای مزاحمتی برای من اینجا، این همسایه هیچ آسیب و ضرری برای من نداره. سوال میکنه این چجور همسایه است؟ میگه سالهاست ما در اینجا زندگی میکنیم، هیچ مزاحمتی از ناحیه‌شون متوجه ما نشده. عاقل اینجوری زندگی میکنه. ببینید این روایات یک تطبیق جزئی و فردی داره. مثالی که عرض کردم تو کانون خانواده است، مرد و زن، برادر و خواهر، عرض کنم که بستگان، همسایگان، یک تطبیق در واقع ملی و بین المللی هم داره. ببینید ایران اسلامی که ایران امام رضا علیه السلام است اینجوری زندگی کرده: الخیر منه معمول و الشر منه مأمون. ما در طول این 47 سال به هیچ کشوری تجاوز نکردیم، با اینکه ایران بسیار قدرتمندی است. ایران بسیار قدرت ایران از تمام کشورهای همسایه‌اش بیشتره، اما حرمت همسایه‌هاش را نگه داشته و لذا ایران به یک کشور عاقل، عرض کنم خدمت شما، خویشتن‌دار و با همین تعبیر روایت که از بدی او همه در امانند شناخته شده. در نقطه مقابل خیر ما به خیلی از کشورها رسیده. امروز مردم مظلوم فلسطین امیدشون به معدود کشورهای جهانه، امیدشون به ایران اسلامی است، امیدشون به مردم یمنه. حضرت آقا امروز صحبتایی داشتن بسیار بسیار مهم. فرمودن مردم یمن کار بسیار خوبی میکنن که اجازه نمیدهن هیچ کمکی به رژیم صهیونیستی برسد. مردم یمن مصداق همین روایتن. الخیر منه معمول. مؤمنان، متدینان، مستضعفان امید به اونا دارن. و شر منه مأمون، از اینکه بدی از اونها به مردم مؤمن متدین برسه در امانن. اما خب مستکبران عالم چرا؟ از دست یمن آسیان، از دست ایران هم ممکنه آسی باشن. به تعبیر قرآن فرمود قل موتوا بغیظکم، بگو از ما عصبانی باشید و بمیرید. اما مردم، بندگان خدا، مؤمنین باید به خیر انسان امید بسته باشند و از شر او در امان باشند. اگر کسی اینجوری زندگی کرد محبوب میشه. این که حضرت میفرماد نشانه خردمند اینه، چون انسان عاقل به گونه‌ای زندگی میکنه هم رو دوست داشته باشن. خب اگر امکانی داری، اگر فرصتی داری، در اختیار دیگران بگذار، کمک کن به دیگران.
ای که دستت میرسد کاری بکن و آسیب تو به کسی نرسد. این نکته اول و دوم. بسیار. خودش یه دنیایی بود جا همین دوتا بند الهی که شامل حال همه اهل ایمان بشه، اینو هضمش کنیم. یه تلنگری واسه هممون انشالله که مصداق عینی هممون باشه و ایران امام رضا افتخارمونه و الحمدلله و المنه داریم نفس میزنیم تو کشوری که منقش به نام نامی الله، پرچم سرنگ و خوشرنگش و آرزوی اقتدار هرچه بیشتر واسه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آرزوی علو درجات واسه مردان مرد شهدای عزیزمون که همیشه رسممونی بود تو یاد خدا هدیه میکنیم. ثواب و برکتی از این جلسه رو به روح پرفتوح همه شهدا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین. داشتم تورق میکردم در سفینة البحار، به روایتی برخوردم از وجود نازنین امام رضا جانمون، امام جان ما ایرانی ها، که کسی که خودش را از ما بداند ولی اطاعت خدا نکند از ما نیست. الهی که روزی هممون بشه. این مصداق قرآنی هم داره دیگه، شما بهتر از من بلدید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اگه ادعای حب داریم، این اطاعت باید مجرای اعمال و رفتار و گفتارمون باشه. خیلی ممنونم که یاد خدا رو نگاه میکنید. این خیر امام رضا شامل حال یاد خدا امروز هم شد و یه فرصت بیشتری داریم که آقا این روایت رو مفصل بهش بپردازیم و جرعه نوشی بکنیم. نکته اول و دوم از ویژگی‌های خردمندان رو عرض کردم. فرمود الخیر منه معمول و شر منه مأمون. مردم از شر او در امانند و به خیر او امید بستند. عرض کردم حالا مثالاش هم در حوزه زندگی فردی هم زندگی اجتماعی. حضرت آقای اسلامی بینندگان عزیز عنایت داشته باشن، امروز دورانی است که همه کشورها مدعی خردورزی و خردمندی هستند، مدعی عقلانیتن. امروز دنیایی است که تو حرف میگه ما متمدن ترینیم، ما خردمندیم، ما اندیشه ورزیم. بر اساس این معیار من میخوام عرض بکنم که غیر عاقل ترین و سفیه ترین کشور جهان امروز رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکاره. چرا؟ چون از این دو کشور هیچ کشوری امید خیر نداره و همه نگران شر این دو کشور هستند. باز امروز حضرت آقا یه جمله فرمودن رژیم صهیونیستی منفورترین نظام در تاریخه. هیچ نظامی پیدا نشده در طول تاریخ که اینطور کودکان رو گرسنه و تشنه نگه بداره برای اهداف خودش. این نظامی است که دقیقاً در نقطه مقابل فرمایش امام رضا داره عمل میکنه. فرمود به گونه‌ای زندگی کنی که مردم به خیر تو امید داشته باشن و از شر تو در امان باشن. رژیم صهیونیستی دقیقاً برعکسه. هیچ کس امید خیری به اون ندارد، هیچ کس، و همه نگران شر و بلای این رژیم هستند که این بلای دوران معاصر ماست که انشالله با ظهور امام زمان علیه السلام بساط این رژیم جمع بشه. اللهم آمین. نکته سوم و چهارم فرمود یستکثر قلیل الخیر من غیره یستقل کثیر الخیر من نفسه. عاقل کسی است که کارهای خوب خودش را هر قدر زیاد باشه کم میبینه، کارهای خوب دیگران رو هر قدر کم باشه زیاد میبینه. فرض بفرمایید بنده یه لطفی به حضرت علی کردم، بعد اینو انقدر کم ببینم، کوچک ببینم، هر دفعه شما گفتید آقا تو به ما لطف کردی بگم من کاری نکردم، وظیفه‌ام بود، چیزی نبود، قابل شما رو نداشت. شما به من لطفی کردید، هر دفعه شما رو میبینم بگم آقای اسلامی عجب محبتی در حق من، چقدر بزرگواری کردی، چقدر لطف کردی در حق من. این باعث می شود که طرف مقابل انرژی بگیره، تشویق بشه، به کار خوب خودش ادامه بده. خدا حفظ بکنه اساتید بزرگوار ما، علما، مراجع معظم تقلید، آیت الله العظما جوادی آملی که استاد عزیز ما هستند. من یه موقعی با یه شخصی خدمت ایشون رسیدم، آقا شروع کردن از اون شخص تشکر کردن، آقا خیلی شما به ما لطف کردید. بعد من سوال کردم آقا این قضیه که آقا میگن چیه؟ گفت آقا من 15 سال قبل مثلا یه مهمانی دادم، آقا رو مثلا مهمان کردم، آقا بعد از 15 سال خاطرشون هست دارن اینجور تشکر میکنن. این ویژگی خردمنده.
یستکثر قلیل الخیر من غیره، یک کار کم خوبی از دیگران رو بزرگ میبینه. و یستقل کثیر الخیر من نفسه، خودش کارهای بزرگی که کرده میونه کاری انجام نداده، چیزی نبوده، وظیفه ما بود. خدا رحمت کنه آیت الله شهید رئیسی، گاهی خب به ایشون میگفتن آقا شما خدماتی کردید چنین چرا، میگن کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده، هیچ منتی هم بر گردن مردم نداره، وظیفه‌مون بوده. همیشه احساس میکرد که سرباز این کشوره، وظیفه او خدمت به مردم بوده. این باعث میشه انسان محبوب بشه. نقطه مقابلش کسی که کارهای خودش رو هی شروع کنه شمردن، بزرگ بکنه، شروع کنه منت گذاشتن سر دیگران، شروع کنه فخر و تفاخر، آقا من چنین کردم، من این کتاب ها رو نوشتم، من اینجور نمیدونم شاگردانی تربیت کردم، من فلان کار عمرانی رو من این کاری کردم اون کاری کردم. این آدم تو ذهن ها خار و خفیف، اظهار فضل کردن، اظهار فضل کردن. یا اگر لطفی به کسی کرده هی به روی او بیاره، که قرآن میفرماید لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. آقا جان اگر به کسی لطف کردی لطفتو خرابش نکن. قرآن میگه قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها اذى. آقا جان اگه میخوای یه کمکی بکنی بعدم تو سر طرف بزنی، خواهش میکنم این کارو نکن. ترجمه خیلی آزاد منه. اگر خیلی محترمانه به طرف بگی آقا ندارم، یا اگرم داری میخوای دروغ نگی بگی آقا نمیتونم بدم، انشالله خدا بهت بده. این بهتره از این که به او کمکی بکنی بعد فردا منت سرش بذاری، او رو تحقیر کنی، او رو سبک کنی. حالا این مسئله باز در حوزه خانواده قابل تطبیق، در حوزه جامعه و در حوزه ابعاد کلانتر. اگر یه خانواده، من تصور میکردم پدر و مادر، مرد و زن اینطور با هم برخورد بکنن، آقا کارهای خانم رو، کارهای خوب خانم رو هی به روش بیاره، هی تشکر کنه، تقدیر کنه، چقدر شما زحمت میکشید، شما چه غذایی با زحمت درست میکنید، شما چقدر تلاش میکنید خونه رو مرتب میکنید. خانم که به آقا بگی شما هم همینطور بگن من کاری نکردم. برعکس خانم هی به آقا بگی آقا شما خیلی زحمت میکشید، شما محور این خانه هستید، شما بزرگ ما هستید. آقا به خانم بگی شما محور خانه اید، خانم به آقا بگی شما محور خانه اید. این زندگی شیرین میشه، هم مصداق شکر توشه، هم مهربانیه، هم صمیمیت هست. این عاقل اینجوری زندگی میکنه. چون اگه اینجوری زندگی کردی زندگی شیرین میشه. اگه بخوای هی خودت رو مطرح بکنی، هی خودت رو بالا ببری، فرمود من دخله العجب هلک. عجب آدم رو هلاک میکنه، آدم از چشمها میندازه، نفرت از انسان در ذهن دیگران ایجاد میکنه. این ویژگی سوم و چهارم. پنجم و ششم فرمود عاقل از دو چیز خسته نمیشه. یک، از خواسته ها و مراجعات مردم، درخواست هایی که به سمت اون میارن، بالاخره گرفتارا میان سراغش. حالا انسان ممکنه آبرویی داشته باشه، ممکنه مالی داشته باشه، دیگران سراغش میان. به تعبیر امام حسین علیه السلام فرمود این خواسته ها اینا نعمت است، این نعمت ها شما را خسته نکند. انسان از نعمت نباید خسته بشه. نگاه ما به درخواست مردم نگاه مزاحمت و دردسر و اینا نباشه. وقت و بی وقت زنگ میزنن، در خونن میزنن، کار دارن، گرفتارن، نامه دارن، چیزی دارن. آقا استقبال کن از این. خدا به این وسیله میخواد یه چیزی به تو بده. نعمت واسه این نعمته. مراجعات مردم که خدا به توی جایگاهی داده میتونی گره از کار مردم باز بکنی. حالا یا پول داری، یا آبرو داری، یا نمیدونم بالاخره توانایی جسمی داری، میتونی کمک مردم کنی. این رو این فرصت به شمار، اینو تهدید نبین، ناراحت نباش. و مورد ششم که فرمود عاقل خسته نمی شود، لا یمل من طلب العلم طول دهره. عاقل از علم آموزی خسته نمی شود. ما یه تعبیری داریم در افواه گاهی گفته میشه و اون فارغ التحصیلی، این به معنای تمام شدن دوره تحصیل نیست، یعنی از این رشته من خلاص شدم، اونم به طور نسبی. همون رشته هم چه بسا مراحل بالاتر داره و رشته های دیگر که به قول بعضی از بزرگان آدم هرچی بیشتر معلوماتش افزایش پیدا میکنه تازه به مجهولات خودش بیشتر واقف میشه، میفهمه که چه چیزهایی هست که نمیدونه، چه عرصه های بزرگی است که هیچ اطلاعی از اونها نداره. لذا عاقل هیچگاه از طلب علم خسته نمیشه. توقف ممنوع، فرمایش قرآن هم هست فاذا فرغت فانصب. و نکته جالب اینه،
من وقتی این بحثو داشتم مرور میکردم یاد این آیه افتادم. خدا به پیغمبر ما، او که دیگه بر سر سفره علم لدنی نشسته، میفرماید که وقل رب زدنی علما. ای پیغمبر نکنه از طلب علم خسته بشی. حالا طلب علم برای پیغمبر یه جوره، او دست به دامن خداست، میگه خدا یا علم من رو افزایش بده. در اصول کافی بابی هست میگه ائمه علیهم السلام شب‌های جمعه علمشون افزایش پیدا میکنه. خب این علم لدنی است، علمی است که از طریق الهام غیبی است. من و شما و بینندگان هم باید بالاخره هم با صفای نفس دنبال چنین علومی باشیم در حد خودمون، هم با شاگردی کردن، در خانه اساتید رفتن، کتاب خوندن، برنامه‌های مفید رو گوش کردن. جناب آقای اسلامی، این برنامه‌های معارفی شبکه قرآن و معارف سیما از همین مواردی است که عاقل هیچ وقت از این برنامه‌ها خسته نمیشه. الحمدلله. چرا؟ چون اینها داره علوم اهل بیت رو داره منتشر میکنه. لا یمل من طلب العلم طول دهره. فرمود عاقل در طول زندگی از طلب دانش خسته نمیشه. الحمدلله. این تا اینجا شد 6 تا. من همیشه میگم از ارزاق معنوی ماست و همینطور مخاطبین شبکه قرآن و معارف سیما که سر سفره قرآن و اهل بیت متنعمیم و داریم جرعه نوشی میکنیم. حاج آقا خیلی ممنونم. اجازه بفرمایید فرصت دیگه بگیریم و بخش پایانی یاد خدای امشب رو تقدیم حضور شما بکنیم که این حسینی شدنم لطف رضا بوده و بس، پس شفا یافته در گوشه گوهر شادم. ایها سجیتکم الکرم. امام رضا حرف هممونه دیگه، مگه غیر از اینه؟ ایها سجیتکم الکرم. امام رضا شما رو ول کنم کجا برم؟ امام رضا. الحمدلله سر سفره امام رضامون مهمانیم. حضرت فرمودن که ام بکیت علی الحسین، اگر بر حسین ابن علی گریه کنی چنان که این اشک‌ها بر گونه هایت جاری شود، خدا تمام گناهانت را میامرزد. و الحمدلله رب العالمین در این ماه سفر امضاشو امام رضا واسمون بزنن دیگه. این اجر 2 ماه عزاداری برای آقا جانمون حضرت سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام. حاجا مسکل ختام فرمایشات شما. بله، در نشانه‌های خردمندان 4 نشانه مونده که انشالله در این وقت محدود سریع عرض بکنم. مورد 7 فرمود الفقر فی الله احب الیه من الغنا. عاقل ترجیح میدهد که با خدا باشد اگرچه فقیر زندگی کند، در مقایسه با اینکه بی خدا زندگی کند و ثروتمند باشد. ثروت اگر بدون خدا و بدون ارتباط با خدا باشه جز بلا چیزی بر انسان نخواهد داشت. انسان ثروت داشته باشه خدا نداشته باشه، این ثروت باعث می شود با دیگران قطع رابطه بکنه، این ثروت باعث می شود به دیگران ظلم بکنه. الان رژیم صهیونیستی مصداق بارز ثروت بدون خدا، ثروت بدون ایمان. مستکبران عالم مصداق بارز ثروت بدون ایمان. عاقل ترجیح می دهد فقیر باشد ولی با خدا، در مقایسه با اینکه ثروتمند باشد اما دور از خدا. مورد 8 فرمود الذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. عاقل ترجیح میدهد با خدا باشد اگرچه ذلیل باشد، اگرچه گمنام باشد، اگرچه در نگاه مردم تحویلش نگیرن، اما با خداست. خدا باید انسان رو تحویل بگیره، خدا باید به انسان توجه بکنه. در نقطه مقابل چیه؟ در نقطه مقابل این است که انسان عزتی را در دامن دشمن خدا به دست بیاورد. انسان ترجیح میدهد، عاقل ترجیح میدهد با امام حسین باشد ولو مظلومانه شهید بشه، به جای آنکه در کاخ یزید و کنار یزید بنشینه. بله، در کنار یزید نشستن یه عزت ظاهری هم داره، تو کاخ سفید رفتن یه عزت ظاهری هم ممکنه داشته باشه، اگرچه ذلت بسیار سنگینی هم داره که دیدیم چطور رؤسای جمهور کشورهای اروپایی با ذلت عین شاگرد کودکستان مقابل رئیس جمهور آمریکا نشستن. اما حالا ممکنه یه جای احساس عزت هم بکن. اون عزت برای عاقل ارزشمند نیست. عاقل ترجیح میداد با خدا باشه اگرچه اون عزت رو نداشته باشه. مورد 9 فرمود الخمول و اشها الیه من الشهره. عاقل هیچگاه دنبال شهرت نمیره. به تعبیر بعضی از بزرگان هیچگاه خودت معرف خودت نباش، تو برای خدا کار کن. خدا خودش به وقتش تو رو به دیگران
میشناساند. اگر انسان خودش معرف خودش شد، خودش هیهاس خودش رو مطرح بکنه، این دچار مشکل میشه. پیشرفت در گمنامیه. بله. مشت آن است که خود ببوید. بله. و نکته دهم که آخرین نکته هست، فرمود العاشره و مل عاشره. دهمی که خیلی مهمه، آقا جان ما امام رضا فرمود دهمی این است: لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. عاقل رفتارش با دیگران این گونه است، همه را از خودش بهتر و با تقواتر می‌بیند. طرف ظاهرش مثل من نیست، باشه شاید یه کارهای خوبی داره که من ندارم. طرف مثلا تو مجالس که ما میایم نیست، باشه شاید اون با خدای رابطه خوبی داره، جور دیگری ما خبر نداریم. هیچگاه انسان‌ها را بر اساس ظاهرشون قضاوت نمی‌کنه. هر کسی رو که می‌بیند میگه اون حتما از من بهتر و با تقواتر است. کسی این 10 ویژگی رو داشته باشه از نگاه امام رضا علیه السلام عاقل است. حالا هر کسی خودش رو محک بزنه و ببیند که چه مقدار این ویژگی ها در وجود اون شکل گرفته. انشاءالله ترازی باشه واسه هممون، واسه بندگی بهتر، واسه امام رضایی تر شدن انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از واسه صحتتون دعا میکنیم. الهی که خوب باشید و توفیق باشه روزهای دیگه هم در یاد خدا در محضر شما باشید. خیلی ممنون و متشکرم نازنین مردم ایران همیشه اسلامی. الحمدلله رب العالمین این ساعات و این آنات و دقایقی که در محضر قرآن و اهل بیت داریم نفس میزنیم، من همیشه آخر یاد خدا میگم ساعتاتون رو به وقت عاشقی، به وقت بندگی تنظیم بکنیم و از خدا بخوایم که انشالله امضای خود امام رضا پای این 2 ماه گریه و اقامه عزای سید الشهدا و حضرات آل الله علیهم صلوات الله اجمعین باشه. انشالله توفیقی باشه شب‌های آینده کنار شما خواهیم بود. میگه که پیراهن سیاه ز تن دور میکنیم، آن را ذخیره کفن و گور میکنیم. اجر 2 ماه گریه بر قربت حسین تقدیم مادرش ز ره دور میکنیم. مراقب خودتون باشید، ما را از دعای خیرتون محروم نفرمایید. یا رضا خدا یار و نگهدار همتون باشه. آقا خیلی ممنون.